وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنشون، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها رو از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام اعظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم، قابله گفت علی نگهدارت باشه. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. ما رو همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیرالمؤمنین و مقام معظم رهبری و هر کس که یار علی است موفق و